در حقیقت از نیمه هفته گذشته حرارت هوا یکباره به پایان فرامده بارش زیادی باران به نظر می‌رسد. هوای تغییر یابنده سیل بارش به حرکت نقلیات در راه‌های ماشینگرد منطقه‌های کوهی مملکت مانع ایجاد نموده از مسئولین محصولات بیشتر طلب می‌نماید. ستاد اوید به حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی شهر حصار نوبت‌داری را در همه ساحه‌های خدمت‌رسانی و زیرنظام‌های نظامشان یگانه مقامات اجرایی محلی به راه مانده سویل مستحکم کنی و در بین مردم کارهای فهماندهی می‌برند. امروز طبق نقشه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی نزد حکومت جمهوری ترکستان و نقشه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار وابسته به مسائل کاری پیشکش کننده یک قطار کارها در جامعه دهاتی اوریون شهر حصار رفته شده است. از جمله در سه محله که بیشتر معلوم است تکنیکای پروکتیدور فعالیت دارند، از جمله بودن کارهای سول مستحکم کنی، بودن کارهای تازه کنی در سیل پرتوهایی که منطقه خفناک آن درجه به حساب می‌روند. در برابر این در تمام منزل‌های استقامتی جویبارهای آبگذر که آب می‌گذرد با طریق حشر دست جمعانه جویبارها تازه کرده شده ایستاده است. در جماعت دهات دوردست اوریون شهر حصار 4 منطقه خوفناک به قید گذاشته شده است. از جانب مسئولین موضع‌های آبپرتوی دامنه‌کوه‌ها و کانال و زهربورها تازه کرده نزد پل‌های آدمگذر و ماشینگذر با سنگ‌های کلان سیمپیچ کرده می‌شوند. امروز با دستگیری کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی نزد حکومت جمهوری ترکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار در جماعت دهات اوریون که پیش از دوره بارشات‌های بهاری آمدن سیل در سیل راه‌ها که احتمالیت تهدید به یک چند خوجگی‌ها که ضرر اقتصادی به خوجگی و به اقتصادیات شهر و فوت آدمان داشت، کارهای پیشگیری کننده آغاز کرده شد. طبق نقشه چاره‌بینی‌های پیشگیری کننده اساسی شهر حصار به توسعه رسیده است. در تمام حدود جماعت‌های دهات‌های جماعت شهرک دهات شهر حصار تشکیل و گذرانده می‌شود. از جانب ساکنان همه دهه‌های تابع جماعت دهات اوریون شهر حصار در این روز حشرهای دسته‌جمعانه تشکیل گردیده ساکنان جویبار کوچه و راهروها را از پرتاب تازه نمودند. همچنین برای آبادی محلی زیستشان درختان همیشه سبز ارچه شنانیدند. همه ساله برای پیشگیری از همه گونه خوف و خطرهایی که در فصل بهار به قید گرفته می شود ما کارهای پیشگیری کننده را تشکیل کرده ایستادیم. خیلی که می‌بینید با تشبوس اهالی حدود دهه‌های حدود جماعت دهاتی اوریون تازه کردن جوی سیل راه‌هایی که به مردم خوف می‌رسانند، امروز با یک دلانه همه مردم به حشرهای دست جمعانه کانال و زهربورهایی که برای سیل از کوه می‌خمد آنها را تازه کرده ایستادیم. ستاد اوید به حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی شهر حصار اطلاع می‌دهد که موضع‌های خوفناک در همه جماعت‌های شهرک و دهات به قید گرفته شده، من بعد چنین چاره‌بینی‌ها را در دیگر موضع‌ها ادامه می‌دهند.